در باغ نمیدرم کرتم تنکای آبک تنه میخرم صافای شلوکای ای من تره نمیگیرم دیرم خنکای مردک میگیرم مردک دانا باشه 100 تا قدمش نقره و طلا باشه عدیل بروه جانور گیرا باشه خانه بیایه بلبل گویا باشه این خسرو گفتم ماخی اگر نه چی با سرم سفید میشوه مقام چی بخورم که سرم سفید میشوه اگر نه سرم من کراس کم میکنم من قطعی مردکا چلیک دنگل میکنم بوزی میکنم دیدوانک میکنم جاگشوانک میکردیم انا من یک دختر که بودم مرا اتم خونه دومور داد مدال گرفتم مسکو رفتم 60-70 دختر را گرفتم سمرقند بخارا تماشا بردم این همه گفت سویتر را میکشه همه که زدم که شده پیش چشم ترکستان شد پس بونستاده کار کردم سقوطه دا کار کردم گرجدن ابرون کار کردم رئیس وترنای جنگ مهنت کار کردم این رئیس زنو حاضر رئیس زنوی برگرد بچه مزد برگرد چه گرفتم ناموس کردم ننگ کردم من شب درست خواب کنم اگر گفته که مرا که نون میتا چه مرده دانی کار میاد زنده دانی مرده ای رفتم که باتریالی نیفتن در بالاش پرتویان یک کرتره خود میپوشن با میده میکن دخترها من میپوشوندم مرا میگن که ای مومای کبریو تی خدشو را جمع کده با یکون کس نیای خونه تا غورت کنه تا خکفت کنه میگم من 2 سگ دارم آدم خرای انا ما ای دروازه بدرنه خبر میکنه میگم خطی کی آمد خونه دا هم کمی آمد میگه خیلی با دستی خودت که او آدم ها بعد میرن بعد گاو میکشن و گوسپند میکشن و نو میبرورن که ما با در حق تمون گاو کشتیم گوسپند کشتیم کلا میریم ماشین نیسته بعد او هنده ماشین نبود ده تلیچه داشتیم یا تلیچه را در چیم بست که تو گویا که کسالی گوده ماشین من که دادره این همه کسالی گوده اگه او سنده رفتم ای وای جانه مبر جای دروغ را وقتی که تلیچه داشتم مکو فرزند در تربیه کردن آسان نیست او زایده نبگوی که همه میزایه انا خونه را با گشنگیش نی با لیچیش نی با تشنگیش نی طاقت کن صبر کن از صبر غوره حولا اگر صبر نمیکرد پس تریزده خواب نمیکرد میدرومد و چختا میکشت انا کلمه صبر 1000 که کنی با یک مشت اوچه برابر نمیشوه اگر همو فرزند اوچه خودش بزنه در نظر هیچ که نمیتوه نکی یک تایدگه بزنش تلخه میکفه میگیریم ما را گویا در بیشت در زندگیمون بیشت هایی اینه رحمت با پدرش نی با مادرش نی 100 سالها زنده باشه همچون من کمونیستم نه که من دعا میتونم که 100 سالها امام علی رحمان زنده باشه بالای سر مادر پاسبانی ممکنه اینه